Okay, let's go. سلام خدمت دوستای عزیز، من احسان هستم. امروز قصد دارم که توی این ویدیو یک توضیح رو در رابطه با خودم و رزومه کاریم خدمت شما ارائه بدم، برای اینکه کسایی که اطلاعاتی در مورد گذشته و حرفه من نداشتن بتونن که بیشتر با من آشنا بشن و این ویدیو میتونه برای این افراد خیلی مفید واقع بشه. همونطور که عرض کردم، من احسان محمودی هستم. از 9 سالگی با زبان فارسی رو اولین قدم هم رو توی دنیای برنامه‌نویسی برداشتم. بعد از اون مسیرم رو با زبان‌های ساده تری مثل HTML و CSS ادامه دادم. البته HTML و CSS سالها بعد از اه، زبان فاکس پرو و مخصوصا وی بی و وی بی دات نت بوده، به خاطر اینکه حدوداً 26-27 سال پیش که من برنامه‌نویسی شروع کردم روی ویندوز 98 ME و XP و همینطور سیستم عامل های بعدی، خیلی اینترنت فراگیر نشده بود و سایت های تحت وب یا حتی متون یا ریفرنس های زیادی برای آموزش وجود نداشت. خب خیلی سالها طول کشید تا اینترنت به روز رسانی بشه. محدودیت هایی که وجود داشت، حالا محدودیت ها به صورت جهانی بود، یه سری محدودیت ها به صورت کشوری بود. اینترنت خیلی دایال-آپ بود، منابع محدود بود، سایت ها محدود بود و کلا ولی با توجه به اینکه همه چیز محدود بود، خیلی علاقه زیادی داشتم نسبت به اینکه توی بحث وب فعالیت بکنم. یک چیز ذاتی بود و حس می‌کردم که توی این فیلد به نظر خودم خیلی میتونم خوب ظاهر بشم. برای همین بعد از سالها که یک مقدار اینترنت فراگیرتر شد و محدودیت‌های حتی کشوری برداشته شد، خیلی از محدودیت‌ها و منابع زیادی برای آموزش و یادگیر، چون قدیم خب بحث‌های یوتیوب و خیلی از وبسایت‌های مرتبط و یا حتی آرتیکل‌ها و کانتنت‌های مختلف توی اینترنت وجود نداشت. تنها منبع یادگیری که وجود داشت و در دسترس ما بود، حداقل توی ایران، همون کتابی بود که توی کتاب فروشی ها بود و خیلی هم محدود. به همین شکل من ادامه دادم و با زبان های HTML و CSS آشنا شدم و کم کم به سمت PHP رفتم، به خاطر علاقه زیادی بود که توی اون دوره به لینوکس داشتم و با سیستم های مدیریت محتوایی مثل 307 PHP نیوک و دروپال آشنا شدم. علت این که اول با این زبان ها آشنا شدم و ادامه دادم و مدت ها با این زبان ها کار کردم، هم این بودش که خب خیلی فراگیر بودن توی آغاز و نیاز به دانش خیلی زیادی توی بحث برنامه‌نویسی با توجه به ریفرنس های کمی که وجود داشت نداشت. ولی خب بعدها با این زبانی که آشنا شدم کم کم تونستم سورس کد رو تغییر بدم، با زبان PHP بیشتر آشنا بشم، با سرورهای لینوکس بیشتر آشنا بشم، کنترل پنل ها رو بیشتر بشناسم و خیلی مسائل مربوطه رو با توجه به کاری که با این زبان ها، با این سیستم های مدیریت محتوا انجام میدادم، تونستم خیلی آشنا بشم و کارهامو پیش ببرم و حتی خیلی پروژه های خیلی زیادی هم من با این سیستم های مدیریت محتوا کار کردم، پیاده سازی کردم و خیلی هم باشون کار کردم. یکی از نکات مهم مسیر من زمانی بود که به درخواست یکی از مشتریان خارجی با فریمورک سیمفونی کار کردم. همین تجربه باعث شد که بیشتر به فریمورک ها علاقه‌مند بشم و در نهایت راه من به لاراول کشیده بشه. اونجا بود که فهمیدم لاراول فقط یک فریمورک نیست، بلکه یک دنیای کامل برای ساخت اپلیکیشن های تحت وب هست. علت این هست زمانی که ما از فریمورک لاراول استفاده کردیم، خیلی طول کشید تا این فریمورک رو قبولش بکنیم و سیمفونی لاراول رو قبول بکنیم، باش کار بکنیم، چون با توجه به تجربه و دانش فنی که خودمون داشتیم، هم توی شرکتی که بنده مدیرش بودم یا به صورت فریلنسری زمانی که کار میکردم، اعتقاد داشتم که زمانی که من میتونم یک چرخ رو اختراع بکنم، لزومی به استفاده از چرخی که دیگران ساختن نیست. به خاطر همین همیشه دوست داشتم که همه چیز رو خودم درست بکنم. ولی خب این خودم درست کردن مستلزم این بود که شما زمان بیشتری بذارید، انرژی بیشتری بذارید
و خیلی چیزهایی رو که بقیه استفاده کردن ازش، به اصطلاح یک ضرب المثلی هست که میگه وقتی چرخ اختراع شده نیازی نیست شما دوباره اون چرخ رو اختراع کنید. ولی خب این مغایر نظر من بود توی اون زمان به خاطر تجربه و سن و سالی که داشتم. و تصمیم داشتم که همیشه هر چیزی رو خودم بسازم، هر چیزی رو که نیاز دارم خودم اختراع بکنم، که البته خب خیلی دانش فنی من رو توی زمینه وب توی بحث شبکه بالا برد. خیلی از مفاهیم پایه رو مجبور بودم خودم یاد بگیرم، بحث‌های امنیتی، بحث‌های اپتیمایز شدن سرورها، اپتیمایز کردن زبان‌های برنامه‌نویسی. درسته که باعث شد که زمان زیادی رو من صرف کنم برای درست کردن خیلی چیزها، که در صورتی که توسط فریمورک ها من میتونستم اون کار رو خیلی سریعتر انجامش بدم. ولی خب این تجربه باعث شد که من خیلی خیلی توی خیلی از بحثایی که امروزه خیلی یا توش ضعف دارن و به اصطلاح بک‌گراند پترن قضیه رو نمیدونن چی هستش، توی این موارد خیلی قوی تر بشم و قشنگ بتونم این موضوعات رو درکشون بکنم. یکی از بخش‌های مهم مسیر حرفه‌ای من تجربه تدریس بوده که حدوداً 5 سال توی مشاور فنی تهران شعبه میدون آزادگان کرج، حدوداً از سال 89 90 به بعد توی این آموزشگاه مشغول به تدریس بودم و علاوه بر اون توی آموزش و پرورش استان البرز هم به معلم‌های استان آموزش پی اچ پی میدادم، چون توی اون زبان اون زمان این زبان هنوز به صورت خیلی گسترده شناخته شده نبود و این تجربه به من همگی کمک کرد که دانش خودم رو عمیق‌تر بکنم و اون رو به دیگران انتقال بدم. همچنین توی دانشگاه آزاد کرج هم توی همون سالها حدوداً توی چند دوره آموزش پی اچ پی شرکت کردم و به خیلی از دانشجوها این زبان رو آموزش دادم. یکی دیگه از تجربه‌های مهم من مدیریت توی یک شرکت کامپیوتری بود که توی 18 سالگی تأسیسش کرده بودم و حدود 10 سال به صورت رسمی مدیریت این مجموعه رو بر عهده داشتم، که این تجربه برای من پر از چالش‌های واقعی کسب و کار بود، از مدیریت تیم گرفته تا مواجهه با موضوعات مالی و حقوقی که در نهایت به دلیل شرایط مالیاتی و قوانین پیچیده اون زمان مجبور شدم که شرکت رو تعطیل کنم. تصمیمی که بدون شک یکی از سخت‌ترین انتخاب‌های مسیر حرفه‌ای من بود، اما در این حال باعث شد که درس‌های بزرگی رو توی بحث مدیریت و تصمیم گیری یاد بگیرم. در طول این سالها با شرکت‌های زیادی توی ایران همکاری داشتم و روی پروژه‌های متنوع زیادی کار کردم. اگه بخوام یکی از بزرگترین دستاوردهای کاریم رو بگم، پروژه الکترونیکی کردن اسناد سازمان ثبت اسناد بوده. پروژه‌ای که واقعاً بهش افتخار می‌کنم. در حال حاضر تمرکزم بیشتر روی مباحث امنیت و فریمورک لاراول هستش و علاوه بر اون روی توسعه یا مشارکت توی توسعه پکیج‌های اینترنتی هم فعالیت میکنم. علاوه بر اون روی سیستم مدیریت محتوای فروشگاه آنلاینی که جدیداً مشغول به ساختش هستم فعالیت دارم. در کنار برنامه‌نویسی توی زمینه‌های شبکه هم تخصص دارم، از جمله نتورک پلاس، CCNA و همچنین دارم مهارت توی لینوکس. ابزارهای کانتینر سازی مثل داکر، ابزار اتوماسیون مثل انسیبل و تجربه کار با مجازی سازی تحت لینوکس و پلتفرم های VMware. علت ورودم به دنیای شبکه لینوکس، داکر و ابزارهای اتوماسیون بوده که همیشه باور داشتم که برای درک عمیق‌تر برنامه‌نویسی و نوشتن نرم افزارهای پایدار، انعکاس پذیر و حتی امن باید مفاهیم زیرساخت و عملیات رو هم بشناسم. همین دیدگاه به من کمک کرد که بتونم توی پروژه و برنامه ها از زاویه جامع‌تر طراحی و اجرا رو انجام بدم، کاری که برنامه‌نویس‌های امروزی به نظر من خیلی کمتر به این موضوع دقت میکنن. هدف من از این آموزش ها این بوده که بتونم توانایی ها و مهارت رو توی مسیر به کمک دیگران قرار بدم، به شکلی که مخاطب بتونه علاوه بر یادگیری از این دانش برای توسعه شخصی و درآمدزاییش استفاده کنه. درآمدزایی توسط کسایی که کانال رو دنبال میکنن و آموزش های من رو میبینن واقعا یکی از مهمترین موضوعاتی هستش که من بهش فکر میکنم. توی آموزش ها سعی میکنم که مباحث رو از زاویه متفاوت نشون بدم
چون معتقدم وقتی به یک موضوع از دیدگاه مختلف نگاه کنید درک عمیق‌تری رو به دست میارید. از طرفی اکثر آموزش‌ها پروژه محور هستن تا بعد از هر بخش بتونید خیلی سریع عمل کنید و پروژه‌های واقعی رو که مد نظرتون هست و یا از طریق کارفرما اونها رو دریافت کردید پیاده‌سازی کنید و اجرا کنید. در نهایت اگه به برنامه‌نویسی و مخصوصا فریمورک لاراول علاقه‌مند هستید، خوشحال میشم که تو این مسیر با من همراه باشید. سعی میکنم که تجربه و دانسته‌هام رو با شما به اشتراک بذارم تا مسیر یادگیری براتون ساده‌تر و کوتاه‌تر بشه. پس اگه دنبال رشد و یادگیری بیشتر هستی کانالم رو دنبال کنید و آموزش‌های بعدی رو از دست ندید. میدونم که یک مقدار این مقدمه طولانی شد ولی ترجیح دادم که این رو در اختیار بینندگان عزیز و دوستان عزیزم قرار بدم برای اینکه یک سری اطلاعات رو در رابطه با من داشته باشن، در رابطه با رزومه کاریم بدونن. انشالله تو پروژه بعدی به شدت به صورت اگریسیو جلو خواهیم رفت و بحث ها رو ادامه خواهیم داد. خیلی ممنون و فعلا خدا نگهدار.